سرخط خبرهای مهم. مقامات میگویند نرخ خانه در تاجیکستان از تمام کشورهای سابق شوروی ارزان‌تر است. تقریباً 7 ماه سال 2005 در تاجیکستان خاکباریش بوده است و در ناحیه عبدالرحمن جامی باز قسمی از زمین فرو رفت. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامدادی تقدیمتان میکنیم. امروز 30 ینوری سال 2026 است. سال 2025 تاجیکستان فروش برق را به کشورهای همسایه‌اش نزدیک به 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق یا 37% زیاد کرده است. در مجموع به اطلاع دلیر جومه وزیر انرژتیک تاجیکستان سال گذشته کشور بیش از 5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. وزیر برق صادراتی را تجارتی عنوان کرد و گفت که اساساً به 3 کشور افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان برق صادر شده است. این در حالی است که در بسیاری از شهر و ناحیه‌های تاجیکستان لیمیت یا محدودیت رجای انتقال برق جاری شده است و ساکنان معمولاً در واکنش به خبر فروش برق از آن تنقید می‌کنند که بگذار مقامات اول شهروندان کشور را با برق تامین کنند و سپس برق زیادتی را به خارج فروشند. وزارت میگوید که بیش از 90% این برق صادراتی در ماه‌های اپریل سپتامبر در دوره‌ای که ریزش و ذخیره آب زیاد است صورت می‌گیرد. نرخ منزل در دوشنبه قریب 3% بالا رفته است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید نرخ 1 متر مربع خانه در شهر دوشنبه به حساب میانه 8207 سومانی یا معادل $877 است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری روز 29 ینور در نشست خبری تصدیق کرد که 8207 سومانی نرخ میانه است و در بعضی از قسمت‌های پایتخت منزل میتواند گرانتر باشد. طبق آمار کمیته ساختمان و معماری سال 2025 نرخ هر متر مربع خانه در دوشنبه به حساب میانه $250 زیادتر شده است، در حالی که شکایت‌ها از گرانی منزل در کشور به خصوص پایتخت زیاد صدا می‌دهد. رئیس کمیته ساختمان از آن توصیف کرد که در میان کشورهای سابق شوروی نرخ خانه در تاجیکستان از همه ارزان‌تر است. شهروندان تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی معاش و نفقه از همه کم میگیرند. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در کشور خصوصا در پایتخت گران بوده قابلیت خرید آن را ندارند. یگانه راه صاحب خانه شدن را برخی از ساکنان در آن میبینند که هنوز از آغاز ساختمان بنا با شرکت‌های ساختمانی قرارداد بسته مبلغ را قسم پرداخت کنند. اما تلاش بسیاری ها برای با این راه صاحب خانه شدن نشان داد که این بی خطر نیست. با چند کس فروخته شدن یک خانه در شرکت‌های ساختمانی دوشنبه از موضوع‌هایی بود که در نشست کمیته ساختمان معماری به بحث کشیده شد. گزارش مولا رجب یوسفی و امیر سویف در همین باره است. این شرکت‌ها رو برای در آینده عموما راه ندادن در آزمون‌هایی که برای غالب آمدن اشتراک کنند، در آزمون اشتراک کنند، ما رو نمی‌تیم. بحث مشتریان با شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه موضوع اساسی نشست خبری کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان. سوال اساسی خبرنگاران این بود که چرا تا حال بعضی شرکت‌ها یک خانه را به چند کس می‌فروشند. این مسئله علاقه از جانب شهردار کاربری رفته شده است. حالا اگر شما طریق تلویزیون و سامانه‌های اینترنتی دیده باشید در تمام شهر کار زده شد. این شهروند میتونه طریق کارکرد وارد شود و این منبع رسمی یگانه است که از اونجا باید کدام شرکتی باشد معلومات دسترس کنند. منظور مقامات این نظام است. 2 ماه پیش در نزد تمام بناهای پایتخت QR کد نصب کردند که به واسطه آن ساکنان می توانند درباره بنا و شرکت خانه‌ساز معلومات گیرند. در این مخزن تمام اطلاع درباره شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه ذکر شده است. اگر شرکت با رنگ سرخ اشاره شده باشد، خانه خریدن از آن توصیه داده نمی شود. به گفته مشتریان، مشکل اساسی در اجازتنامه داشتن یا نداشتن شرکت‌ها نیست. شکایت اساسی مشتریان از جمله این ساکنان در محله گیپرزمی دوشنبه این است که شرکت یک خانه را به چند کس فروخته است. در همین شهرنامه ما یک خانه در 2-3 نفر فروخته شدگی است. تو 4 نفر تو 5 نفر من همه جبر دیده دامی نزد شما همشون من خیلی شهرنامه دست جانده هسته. یک روزی امید خانه خریدیم که فرزند این ولید صاحب خانه شود، نه که این نمیدونم ایرا چی بگم دیگه که دفندی همی آدمو زدیم
اینا چند ساله که ما دویدی هستیم، نه سومونه گرفتم نه خونه گرفتم. وقتی که ما خونه را فروختیم با اینجا خونه گرفتیم چه خونه ارزان بود، از ما حیات مونده دیگه تر خونه خریدن هم. رئیس کمیته ساختمان باور دارد که برای پیشگیری از این بحث‌ها باید دانش حقوقی مردم بالا برده شود. از جمله مشتریان باید شرطنامه با شرکت را در اداره نتاریوس ثبت کنند. ما در شرایط بازرگانی قرار داریم. مناسبتی بین دو سوبیکت خواجگیداری است. شهروند و پودرچی کارهای ساختمانی. برای خریدن این یا آن بگیم که منزل‌های حکومتی با شرطنامه میکنند و شرطنامه را باید در دایره خوی شهروندی با امضا رسانیده در نتاریوس باید به قید گیرند. چون که وقتی که به قید میگیرند و علاقه حکم حقوقی یوریدیکی دور میگیرد. شکایت‌ها از فریب خوردن مشتریان از شرکت‌های ساختمانی بعضی ساکنان را از خرید خانه بازداشته است. البته می‌فهمیم که وایشان شرکت‌چیو فریب نکنن. بعد هست همین حالتایی که فقط خانه در دو سه کس فروختن این یک проблема دیگره. проблема دیگر در اونه که кстати با ایسالی نو قیمت کردیم к сожалению. Очень это неприятно. Да, в танке $100 قیمت شده из-за того, что налог гойоки барзиот шده. خاکباریش یا هوایی غبارآلود در تاجیکستان سال گذشته 216 روز دوام کرده است. به اطلاع کمیته حفظ محیط زیست در سال 2025 در تاجیکستان 63 موردی آلوده‌شوی هوا ثبت شده است. این آمار به فرق از سال 2024 قریب یک برابر بیشتر بوده است. سال 2022 پایگاه ایکیو ایر قرارگاهش در شویتزاریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 4 شهر جهان نامبر کرد که هوا در آنجا به شدت آلوده است. هوای دوشنبه در نشاندادهای این پایگاه یکی از آلوده‌ترین ها باقی مانده است. فعالان حفظ محیط زیست یگانه راه نجات را در جنگلزار کردن اطراف دوشنبه می‌دانند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت به دلیل سردی‌های بی‌سابقه از رئیس جمهوری روسیه خواسته است که دوام یک هفته از موشکباران و ضربه به کیف و شهرهای دیگر اوکراین خودداری کند. به گفته وی ولادیمیر پوتین این پیشنهاد را قبول کرده است. پرزیدنت آمریکا در این باره در جلسه کابینه وزیران در کاخ سفید خبر داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از این تشبوس دونالد ترامپ استقبال و مینتداری کرده است. وی در شبکه ایکس نوشت که برق یا انرژتیک در شرایط کنونی برای حفظ جان آدمان مهم است. در نتیجه فروروی زمین یک قسمتی راه در ناحیه عبدالرحمن جامی خراب شده است. در نوارهایی که ساکنان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود قسم از راه مومفرش یا ماشینگرد فرو رفته است. از اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه جامی به رادیوی آزادی گفتند که 85 متری راه فرو رفته و برای روای مردم از دیگر سمت راههای موقتی درست کردند. این بار اول نیست که در ناحیه جامی زمین فرو می رود. عبدالملک بای محمدزاده سردار اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه عبدالرحمن جامی گفت راهی بین محله‌های غلبه و بوستان در قسمت زمین‌های خوفناک داخل می شود. به گفته این مسئول زمین‌های اطراف این راه در هر فصل سال فرو می روند. و حالا نوبت به بخش یک روز در تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 انور را فرا می گیرد. 30 январи соли 1913 яке аз ҳунарпешаҳои барҷастаи тоҷик София Туйбоева таваллуд шудааст ки барои рушди синемо ва театри миллӣ саҳми муҳим гузоштааст. духтари тоҷири бухороиву модари бошқирт аз мактабхонӣ машқи театр мекард ва баъди кор дар театрҳои ӯзбекистон ба тоҷикистон кӯчид. дар 83 соли умраш дар даҳҳо филму намоишномаҳо аз ҷумла ман бо духтаре вохӯрдам қисмати шоир Ҳасани Аробакаш Зумрат нақшбозӣ кардааст. бо як қарори ҳукумати шӯравӣ 30 январи соли 1930 тадбирҳои решаканкунии хоҷагиҳои кӯлакӣ дар маконҳои ташкили калхозҳо қабул гардид ки зидди деҳқонҳои хоҷагидор нигаронида шуд. дар солҳои баъдӣ танҳо дар тоҷикистон бо иттиҳоми мисли
кулак, миллатчӣ, буржуазӣ, босмачӣ, мулло, душмани халқ ва дигарҳо беш аз 1700 корманди ҳизбӣ, хоҷагӣ ва сокинони оддӣ ба марг маҳкум ва зиёда аз 13000 дигар зиндонӣ ё ба дарға шуданд. 30 январи соли 2018 дар Тоҷикистон бори аввал ба таври расмӣ ва дар сатҳи ҳукумат ҷашни Сада таҷлил шуд. ҷашни Садаро ки дар шоҳномаи Фирдавсӣ ҳам тараннум шудааст, дар давраи пеш аз исломӣ 50 рӯз пеш аз фарорасии Иди Наврӯз ҷашн мегирифтанд. Дар остонаи баҳор ин идро чун поёни торикиву сардӣ ва пирӯзии хуршеду оташ ва эҳёи табиат истиқбол мекарданд. Сада дар қатори меҳргону Наврӯз ба феҳристи маросиму суннатҳои миллии мардуми кишвар ворид карда шуд. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ ба 122-123 сомонӣ баробар аст. $100 амрикоӣ аз 928 то 930 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои 30 январ чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, ба поёни барномаи навид расидем. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишонии ozodi.org ва сафҳаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.